آن لالا کلیو موتر. خب با اجازه من رفتم دیگه. با شما برسونم. سلامت باش. خداحافظ. خداحافظ شما. بابا سر کجا این؟ دادم بزن ندادم بابا بای دادم. به چی بای داده؟ غمار زدی ندیدی؟ کاکا موتر کجا میبرین؟ بای داد آقا تو دیگه. ندیدی؟ سعی کنین کاکا این کارا خوبیت نداره نکنین این کارا. با من میگی خوبیت نداره برای آقا خب بگو خوبیت نداره. آدم خوردی او. بابا چه ایت کارا میکنی شما؟ حالا بو شد دیگه با یک دیگه ما میسونیم بود. حالا بای دادم دیگه. چیکار بابا میشه؟ چه این کارا میکنی شما؟ همین قمار حرامه دیگه. چرا این کار حرام میکنی؟ حالا تو به من یاد میدی. چی ناتونی؟ باز اگه بازی میکردیم بیایم با باغچه. با باغچه بیایم. موتر بود. خدا کمر از اینا رو بشکنه. به سرپیان و فیلم بازی کردن موتر پیشی ببردن. این کارا هرون چی فایده داره؟ شتا فیلم بازی کردن ما عمر پول کار کردیم این موتر کردیشتیم دیگه میتونین تا عمر قیامت کار کنیم دیگه میتونیم موتر بخریم. من گرم برم پیش ماما خوب بگم که می قیمار از سر پیرم بندازه دیگه هیچ رقم کار نمیشه. مدرک ما ببرد آخر پیش ما تو پیرم سیکو بمیری سفید خوکی تا آدم کلون هم هسته. یک دم گوسفندار بای میده یک دم موتر بای میده سوار زمین خونه را هم پیش ما بای میده میده به مردکه میده خونه را. چرا می کارا؟ ایتو نمیشه مگه ماما خود زنگ زنم. بله ماما جان خوبیم بخیر سلامتین. شکر شما خوبم شکر. ماما یا گپ ما به شما بگم ماما تو این آدمی کار پیار میله نمیکنه یک کار شما خیره بکنه خاطر ما این پیار خاطر امروز مثلا دو تا رفیقای خودی بیامده به خونه ما هن قمار زدن قمار بازی میکردن قمار زدن موتر بای داد. بابا ماما جان موتر به وی سفید که نداشتیم نمونه که بای داد کلیا دم سرا بدر شدن خلاص شد کلیا بده دست طویل داد بابا ما کلیا دست نردکک طویل داد گفتگانه من چه ایت کارا کردین میگه تو کار نداری ماما جان کار بکن خیر اون موتر که ما دیشتیم یک شهدی چیزی میشد درسی میشد یا غم خدا نخواسته کارمدار میشد این موتر خوب بود دیشتیم ما میترسون ماما سوا امیر خونه ما رو پای میده حیف می خونه نکردم مگم بریم تا دشتو ما خیمه زنیم دیگه کاری نداریم ما دیگه نه خونه داریم نه دیگه داریم سوا می خونه رو پای میده. ماما نمیتونه به خدا ما مادر منیه هم یک گرد بریم نمیزنیم میزنه به تا گوش ما بله این مادر مطال 10 تا ترمز بشکسته به حرف ما نمیکنه چه کار کنیم ما؟ یک خیلی بریم بیاییم ما که نمیتونم شاید این ماما بالی از یک کار بکنه. شورکانه بگم که بیایی که کلیا موتر برای کسی لالا برداره در چرخ ترهی بکنیم. شکران بیا دیگه بیا بله لالا با کجایم؟ لالا با خونه خوابم.
چیز کن برو کلیا موتره اتا کسی ناسته دارن بیارن برو خودتو بین سویری میکنی بده ندیدم کن نه خیلی دیدم بسته برفت که دست خود کسی نکرده بگو نزنه شکر بله همینا رو بگو پس نمت را برو بگو ای رامنه بگو پس نگه ما تیر میشیم بگو یاد نداره بگو برار ما یاد نداره برو بگو پس خزین تال سراخ یلدیم بگو نه بیا والا چه بیا تا سراخ بگیرفتم ای رامنه خود باسکل خود بله گل شو شکرم مثل که تیل خلاص کرد تو روشن نمیشه تیل خلاص کرده ها؟ تیل خلاص کرده آره برا بگی ساعت تونده یه خود تو میگی یاد دارم تاشو که تیله کنی تاشو گردن همه بند باشه اگه سویچی غال بزنه شکران چرا روشن نمیشه ای؟ ما که یاد دارم چرا روشن نمیشه گل شد البته تیل خلاص کرده تیل کداره لالا انداختم چی میفهمم من؟ وانا مسك انا آنه بوق میزنه خراب میشه نه نمای خراب میشه تیله که تا دست رو ببریم سخت نامردا بدیم موتر مفت از روی دست من در کرده بله سلام علیکم تازه کجا نشتن لولو تیار جان جوره خیریت شکر زنده باشین شکر تیار خوشحال همگی حتی خواهشمون تیار خوشحاله به خونه امروز مازم برم سرکار نشدم خونه بشیشتم همینطور اگه چکار کنم کارم سرکار نرفتم امروز خونه چی خبر شنیدی؟
بابا این گپا هم دروغه. من موتر بدم به دست رفیق خود دادم که با کارتش اگم رو موتر پس میارم. من قمار میزنم. من 2 ماه 3 ماه میشه توبه کردم. نه بابا جان این گپا هر که به تو گفته دروغ گفته. برو جان نور چشم اصلا این گپا همه دسیسه و من دسیسه واسه که چند وقتی قمار میزدم حالا که من دسیسه تیار میکنم. نه حتی یک وقت درست اون گوسفندای داشتم بزدم نمیگم اون وقت قمار میزدم گوسفندا رو بای دادم اما موتر خونش موتر زیپا خونش رو بای میدم قمار میزنم یا سراخم قمار میزنم. این گپانیه کاکو هر کس گفته و تو دروغ گفته. لالا جان گپ مردم رو باور نکنی. خب من چیز این گپانیه مدو هر کس هست تومت بسته میکنه. این گپا کی گفته به تو؟ تو همین نفر که گفته به تو به من بگو. عباس گفته به تو. اشتباه کرده. با خدا مگه عبا به سرا نایه. پست را اگه نکندمانه. سال بام 12 ما که ساکینا که ابریسی میکنم سرمه. برو جو تو گپ ما باسم ببر می که گپ میری سفید و ببر نمیکنی. یالا کومو سخره کردی خو مادر عباس بله مرگ بله چی میگی؟ تو گفتی دو برا خو که موتر باید داده. نه من چی کردم که گپا بزنم؟ پس این گپا کی گفته بریو؟ من چی خبر دارم؟ اصلا خبر ندارم. راست خوب بگو تو گفتی عباس گفته. ما چی کردیم با کار شما؟ برا تو خلیت آدم چیزیه که منداده بخند بچه منداده خود تو گفتی میگه پا برا خوب منداده بخنده که میشه تو لط خوری تو تیار میکنو. برا راست بگه زنده میسرم. تو بس لگه تو بس برو دیگه بده برو میگو مسخره کردی خواه برو. این کارا با شما چی ربطی داره؟ اختیار خدا رو اختیار زندگی خدا رو. عباس بیا اینجی بده. بیا اینجی. بله بابا جان. میگو بله. حقیقت بگو راست خو بگو پوست تو رو میکنم. چه کار کردم؟ همین گپ تو ما خود گفتی یا مادر تو گفته؟ گپ چی؟ همین گپ که موتر باید دادم. ها؟ موتر که باید دادی؟ خب ما خود زنگ زدیم. بد کردی. چرا کردی؟ ها؟ چرا کردی؟ ها؟ چرا کردی؟ وقتم برو. برو دیگه. من اختیار مال زندگی خدا داشته من چی بکارم؟ اختیار مال خدا رو. اختیار زندگی خدا رو. سراغ خودم وای میرم به دست میرم خیمه میزنم. مرا گپا مفت خور میترسونم. حالا مرده که بندی از خدا ما با کجا بریم به دستتون چه کار کنیم؟ حالا بگو که من گپا تو روش کشم چی میگی؟ زنده زندگی ما که تو پاک بفرختی یعنی سلام مونده. یعنی سلام هم تو میگو شما بریم با کجا بشینیم به دست خدا با کجا بریم به دستتون؟ میگو زن خیمه مسار میشم داشت میره خودشون زندگی میکنه. اصلا من اختیار مال خود دارم اختیار مال خود. من دیگه هم زندگی میکنی برای خود نانوس. اختیار مال خود دارم. اختیار زندگی خود دارم. من کنه میتونم خودتو بگیرم تو گم بزنم با کاسه و گوزه
دروازه در کرمه بکو برو میری بخونی برو خوب برو یک دیمای نه که خرج تا گردن بگرده برو من تو ای قمار نزن و تی موتر و گسمندار از اینا نبرم دل ما میترغه میفهمی دل ما میترغه نبرم اینا پس این تقیم دل تو خورده باشه برو که یک دیمای خرج تا گردن بگرده غنیبته